اول که میای کارگری عشق میکنی با خودت. دارم مرد میشم، خدا رو شکر دارم پول در میارم، من میتونم. ولی بعد 20 سال کارگری میدونی تو نمیتونی. هیچ بانکی بدون ضامن به من وام نمیده، چون کارگرم. هیچ بیمه‌ای به من تعلق نگرفت، هیچ دادگاه پاسگاهی طرف من نیست. آقا شکایت میکنی کی هستی؟ چی هستی؟ تو چی حالیته؟ فقط خونه صافی، جاده صافی، فقط کارگری کردی، طرف تو میندازه. آقای آقازاده، آخوندی آخوندزاده، نظامی نظامزاده، تا طرفت هستم. ولی چون کارگری، فقط کارگری کردی، من طرف تو نیستم. برگردین درساتون ادامه بدید، بشین آخوند، بشین نظامی، بشین کارگر نشین. کارگر تو این مملکت یعنی خودکشی. بشین.